سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. اومدیم با یه ویدیوی دیگه از کانال گیم آف ترید. این ویدیو بخش دوم آموزش استراتژی تشکیل شده از دو اندیکاتور کلتنر چنل و اسیلاتور استوکاستیک RSI هست. با توجه به اینکه توی ویدیوی قبلی به صورت کامل در مورد خود استراتژی صحبت کردیم، توی این ویدیو فقط میخوام توی لایو بازار به صورت زنده ترید کنم تا شما با کارکرد این استراتژی بیشتر آشنا بشید. اگر بخش اول ویدیو رو ندیدید حتما برای درک بهتر این ویدیو ببینیدش و بعد این ویدیو رو ببینید، چون ادامه اون مبحثی است که توی ویدیوی قبلی خدمتتون عرض کردم. لینک بخش اول ویدیو رو هم این بالا قرار میدم. لطفاً تا آخر ویدیو همراه من باشید و اگر سوالی پیش اومد یا بخشی نیاز به توضیح بیشتر داشت توی کامنت ها با من به اشتراک بذارید تا پاسخ سوالاتون رو دریافت کنید. و اگر به این جور آموزش علاقه داشتید خوشحال میشم که ویدیو رو لایک و شیر کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو فعال کنید تا از انتشار ویدیوهای جدید با خبر بشید. خب بریم که شروع کنیم. ما همونجور که توی ویدیوی قبلی خدمتتون عرض کردم، برای این استراتژی به دو تا اندیکاتور کلتنر چنل و اسیلاتور استوکاستیک RSI نیاز داریم که تنظیماتش رو توی ویدیوی قبلی خدمتتون عرض کردم. من برای اینکه شما بهتر با این استراتژی آشنا بشید و نحوه کارکردش رو توی لایو بازار مشاهده کنید، میخوام که چند تا ترید انجام بدم تا قشنگ مطالب گفته شده جا بیفته. من برای اینکه زمان ویدیو طولانی نشه، موقعی که دنبال موقعیت میگردم زمان ویدیو رو افزایش میدم تا ویدیومون زیاد طولانی نشه. خب دوستان، همونجور که دیدید من توی چارت یورو به روبل وارد 6 تا پوزیشن سل شدم که دلایل ورودم رو الان بهتون توضیح میدم. ببینید، همونجور که گفتیم توی این استراتژی برای ورود به پوزیشن سل باید کندل های ما زیر اندیکاتور کلتنر چنل باشن که اینجا این مورد مهیا بود. گفتیم که به نواحی حمایت و مقاومت توجه میکنیم. اینجا ببینید با شکست این ناحیه حمایتی و زدن پول بک، من اینجا دوتا کندل پینبار رو هم دیدم که به ما تاییدیه کندلی رو هم دادن و همچنین اسیلاتور استوکاستیک RSI ما هم توی ناحیه سل بود و گارد نزولی داشت. من به خاطر این موارد تصمیم گرفتم که وارد این معامله بشم. ببینیم که چجوری پیش میره معامله ما. پوزیشن اول ما توی 20 ثانیه آخر هست. یک مقدار بازار توی این ناحیه رنج میزنه. ببینیم که پیش بینی ما با موفقیت همراه میشه یا نه. بله، پوزیشن اول ما با سود بسته شد توی 2-3 ثانیه آخر. ببینیم که پوزیشن های بعدی چه اتفاقی میفته واسه شون. این هم از پوزیشن دوم ما. از 6 تا پوزیشن 4 تاش فعلا با سود بسته شده. ببینیم که
دوتا پوزیشن باقی مونده چی میشه سرانجامش؟ بله، دوتا پوزیشن آخر ما هم با موفقیت بسته شد و از 6 تا پوزیشن هر 6 تا با سود بسته شدن که برای این استراتژی عالی هست. من دنبال یه موقعیت دیگه میگردم که اگر شرایط مناسب بود وارد یه معامله دیگه بشم. خب دوستان، همونجور که دیدید من وارد دوتا پوزیشن سل دیگه شدم که یکیش توی 40 ثانیه آخر و یکیش توی 1 دقیقه و 40 ثانیه آخر هست. دوباره دلایل ورودم برای این پوزیشن اینا بودن که کندل های ما با قدرت از چنل کلتنر چنل خارج شدن، یک ناحیه حمایتی رو با یک کندل خوب شکوندن. همچنین اسیلاتور استوکاستیک RSI ما هم گارد نزولی داشت و خودشو به ناحیه سل داشت میرسوند. من با توجه به این دلایل وارد دو تا پوزیشن سل دیگه شدم که همین الان یکیش داره با سود بسته میشه و اون یکی هم توی 50 ثانیه آخر هست. ببینید دوستان، دلیل این که من وارد این پوزیشن هایی که تحلیل کردم وارد معامله توی این چارت که تحلیلش کردم نشدم این بود که کندل ها به یک ناحیه حمایتی رسیدن با اینکه زیر چنل بودن و استوکاستیک RSI ما موقعیت سل رو نشون میداد، ولی نزدیک ناحیه مقاومتی بودن اینجا و من وارد ناحیه حمایتی بودن و من وارد معامله سل نشدم. و همچنین اینجا هم همینطور که تازه شکوند من وارد پوزیشن سل میشم اینجا دوباره. این معامله ما هم فکر کنم که با سود بسته بشه اگر این کندل فیلش نکنه، که شانس ما این یه دونه پوزیشن با ضرر بسته شد. تا اینجا از 8 تا تریدی که انجام دادیم 7 تاش با سود بسته شده و یکیش با ضرر بسته شده. ببینیم این دوتا پوزیشن چیکار میکنن. اینجا هم ببینید من اینجا که کندل ها از چنل خارج شدن و RSI هم در حال نشون دادن موقعیت سل بود وارد معامله نشدم چون نزدیک ناحیه حمایتی بودیم. صبر کردم تا این ناحیه حمایتی یا شکسته بشه یا به سمت بالا حرکت کنه و بعد وارد معامله باشم که اینجا ناحیه حمایتی ما با قدرت با بدنه کندل به سمت پایین شکسته شد و اینجا با ریسک کم وارد معامله شدم توی تایم ثابت 5 دقیقه. ببینیم که این دوتا پوزیشن ما چه کار خواهند کرد. اگر این دوتا پوزیشن با سود بسته بشن از 10 تا ترید 9 تاش با موفقیت بسته میشه که وین ریت 90% رو این استراتژی به ما میده که در نوع خودش عالی هست.
خب دوستان، هر دو تا پوزیشن ما توی این جفت ارز توی 50 ثانیه آخر هستن. تقریبا به نظر میاد که در حال فیل شدن هستن. ببینیم که چی میشه. این یک نمونه فیک بریکوت بود از این ناحیه حمایتی که به سمت پایین شکست و دوباره خودش رو به بالای ناحیه حمایتی رسوند که از این جور اتفاقها توی بازار زیاد میفته. خب تا اینجا ما از 10 تا ترید 3 تاش رو از دست دادیم که تقریبا وین ریت 70% رو تا اینجا به ما داده. ببینیم که موقعیت دیگه پیش میاد که وارد معامله بشیم یا نه. من توی این جفت ارز دوباره وارد معامله میشم چون به نظرم که موقعیت خوبی رو داره. الان دلایل ورودم رو بهتون توضیح میدم. خب ببینید دوستان، ما اینجا یک الگو داشتیم. توی ویدیوهای آینده در مورد این الگوها باتون صحبت خواهم کرد. ببینید اینجا با شکست این الگو وارد معامله سل شدم که آیتم های دیگه استراتژی ما هم همین موقعیت سل رو تایید میکنن. ببینید کندل ما زیر اندیکاتور کلتنر چنل هست. استوکاستیک RSI ما داره موقعیت سل رو نشون میده و همچنین ما بعد از شکست این چنل تاییدیه کندلی هم با یک کندل قوی ما رو بزرگ داشتیم. دوستان در ویدیوهای آینده من نحوه ترید با این الگوها رو هم بهتون آموزش میدم و نحوه سیگنال گرفتن ازش رو به طور کامل بهتون توضیح میدم. همچنین اینجا ببینید یک ناحیه حمایتی داشتیم که با یک کندل خوب شکسته شد. ببینید با یک کندل قدرتمند با بدنه کندل شکسته شد و به سمت پایین حرکت کرد. ببینید هم الگو اینجا شکسته شد و هم ناحیه حمایتی و دو تا اندیکاتور و اسیلاتور ما هم که موقعیت سل رو به ما نشون میدن و همچنین تاییدیه های کندلی رو هم توی چند مورد داشتیم. خب دوستان، پوزیشن های سل ما توی این جفت ارز هم توی 30-40 ثانیه آخر هستم و انگار که دارن با موفقیت بسته میشن. پس دوستان ببینید همه این آیتم ها رو لطفاً رعایت کنید. به هیچ عنوان با عجله وارد معامله نشید و ابتدا توی بازار دمو با استراتژی هایی که معرفی میشه چه از طرف بنده و چه از طرف اساتید دیگه توی بازار دمو کار کنید تا نحوه کارکردش رو کامل درک کنید و بعد وارد بازار اصلی بشید. بله، از 15 تا ترید تقریبا ما وین ریت 90% رو به دست آوردیم که این میتونه نتیجه فوق‌العاده‌ای باشه واسه ما. خب دوستان، به پایان ویدیو رسیدیم. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. اگر به این آموزش علاقه دارید خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو فعال کنید تا از انتشار ویدیوهای جدید با خبر بشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که موفق باشید. خدا نگهدار.